آقا راستی اون هادی غفاری بود، آخونده هادی غفاری میگم من از ساختمون 5 طبقه میپرم رو کیره، یادت از کدوم میگم؟ آره اون تیر زد بهش، ولی یه آقای بود به نام آقای علی کریمی. علی هویدا که تیر میخوره، خدا بیامرزه آقای هویدا. من چرا میگم آقای هویدا رو دوست دارم دیگه؟ آره چون آقای هویدا من زندگی نامش در آوردم، روزی هم که فوت کرد یه پیکان داشت، هیچ بیچاره نداشت که حتی رئیس ساواک و هزاران تا آدمای دیگه بهش گفتن هویدا تو از چی میترسی؟ تو که کاری نکردی دیگه، تو از چی میترسی؟ برای همین این مادر مرده فرار نکرد دیگه. بدیهی است من تسلیم هستم، هر تصمیمی که دادگاه بگیره من تسلیم و متکی به خدا هستم. اون شبی که جلسه تشکیل شد، من فیلم محاکمه هویدا رو دیدم، شما توی صندلی عقب‌تر داشتید به هویدا نگاه میکردید. هویدا توی یکی از صحبتاش میگه که من در پیش خودم و خدای خودم و در محضر این جلسه دادگاه، وقتی هویدا اسم خدا رو میبره شما یک لبخند معناداری میزنید، نمیدونم خاطرتون هست؟ بله. نه هویدا بهایی بود اصلا به پیامبر اکرم الله اعتقاد نداشت. نه اسم پیامبر رو فکر نکنم برد، اسم خدا رو بود. معتقد نبود، به خدا معتقد نبود. لباس حج پوشیده بود، رفته بود به هر حال حج هم رفته بود. نه او شاه به حج رفت. جان؟ شاه به حج. به هر حال قبل هویدا میدونی کجاست؟